هی تو هم میخوای همچین بک‌گراند خفنی توی دسکتاپت باشه و بتونی باهاش بازی کنی و کلی سرگرم بشی و قابل کاستومایز شدن باشه؟ پس تا آخر ویدیو همراه من باش. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها داخل این ویدیو قرار با هم دیگه ببینیم که نحوه اجرا و نصب برنامه لایولی والپیپر رو با هم دیگه داشته باشیم. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. برای این کار تو نیاز داری به برنامه لایولی والپیپر که من لینک دانلودش رو برات از یاس دانلود داخل دیسکریپشن گذاشتم. مستقیما وارد همچین صفحه‌ای میشی. و اینکه میای پایینتر این آیکون برنامه است، میای پایینتر و اینکه اینجا گزینه دانلود رو داره. وقتی که اینو بزنی یه محل ذخیره ازت میخواد که ببینه کجا میخوای دانلودش کنی و اینکه تو فعلا این رمز رو کپی کن و زمانی که دانلود شد کافیه که کلیک راست کنی روش و گزینه اکسترکت هیر رو بزنی و اینکه اون پسورد رو اینجا پیست کنی. وقتی که اوکی رو بزنی همچین فایلی برات باز میشه. این فایلی که باز کنی اینجا یه برنامه EXE برات باز اومده که میتونی با دوبار کلیک کردن روش چند تا نکست ساده بزنی و برنامه نصب میشه. کنی اوکی میزنی یا حالا من الان چون نصب دارم بهم گفتش که شما این برنامه شناسایی شد و همین الان در حال اجراست چون بازش کردم. و اینکه همین دیگه. بعد از اینکه دانلودش کردی برنامه رو باز میکنی. اینجا هر کدوم از اینایی که به صورت خودکار داخلش هست و به صورت دیفالت موجوده رو انتخاب میکنی و وارد بک‌گراندش. مثلا این جدول تناوبی رو من میارم تا اینکه عناصر اینجاست و هیدروژن و هلیوم و حالا اینجا انواع مختلفش هست و اینکه یه نمونهشه. مثلا میتونید اینو بزنین، همونی که توی اینترو ویدیو نشونتون دادم. همشون هم قابل کاستومایزیشن هستن و کاستومایز میشن. سلیقه دلخواهی تو میتونید تغییرشون بدید، مدلشون، رنگشون یا هر چیز دیگه و اینکه اینجا هم یه چند تا مثلا اینجا حالت بارونی داره. اینجا یه دونه این اسمش چیه؟ عروس دریایی فکر کنم، عروس دریایی. اینجا حالا با موس میتونید تکونش بدید و اینکه انواع مختلفی داره. میتونید دانلود کنید و بهش اضافه کنید یا مثلا من چند تا ویدیو بهش اضافه کنید که اینا رو خودم اضافه کردم، حالا یکم کیفیتشون بده نسبتا ولی خب. یا مثلا این بک‌گراند BMW M5 هستش و اینکه انواع مختلفی داره و داخل ویدیوی بعدی قرار بهتون روش کاستومایز کردنشون و یه سری تنظیمات مفید برای برنامه رو بهتون یاد بدم. پس اگه لایک این ویدیو به 10 تا برسه آموزش های بعدی رو براتون از این برنامه قرار میدم. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشی. لایک، دنبال کردن، نظر فراموش نشه اگه داری ویدیو رو از آپارات می‌بینی و اگه این ویدیو رو از یوتیوب داری می‌بینی لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. امیدوارم که آموزش به دردتون خورده باشه و اگه کسی مشکلی داشت داخل کامنت بگه، همه رو میخونم و جواب میدم و امیدوارم که مفید باشه براتون. تا ویدیوی بعدی بدرود.